میخورمش من میخورمش چه تزریقیه فوریه میخورم فرق نمیکنه برگرد. یه چه خب آخه بزنیم بابا شیفت بعدی بیایم بنده خدا خسته شدن قبل مدرسه نگران نباشین من مأمور بهداری بودم قسمت عضلانیشو بلدم خیلی خوب توضیح بده ببینم چیکار می‌کردین. اول به 4 قسمت تقسیم می‌کنیم. به 4 قسمت تقسیم موزه رو بله بعد سوزن رو فرو می‌کنیم. سوزن رو که فرو کردیم مایع تزریق. خیلی خوب خیلی ممنون. خب بیا خودت بذار یه تجدید خاطره‌ای هم بشه. من مهارت کافی ندارم. بابا این نمیده الان موزه رو از چپ تقسیم کنه راست تقسیم کنه وسط تقسیم. نه فرقی نداره فقط باید یا تقسیم کنیم. خدا میخوایم بذاری زمین من خودم بشینم روش اینجوری خطرش کمتره. یا خود یا موین از تو چرا میچرد خونه خالی کن دیگه. تمام شد. تو من یه چیزی یادم رفت خدمتتون بگم اینه که ما چرک خوشگون تو عضله نمیزدیم وریدیه. وریدمو میزدی